سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، آمدیم در بابت مرحله 100% قیچیکاری تنبان امروز بر شما قیچی میکنم که از 1% گرفته تا 100% همه معلومات در بابت قیچیکاری 100% شما پیدا کنید. می خواهید در بابت این کار برای عملی یاد بگیرین، چنل ما را دنبال کنید. دوستان عزیز، آمدیم دو مرحله‌ای، یعنی اندازه مکمل تنبان، اندازه خشتک، این دو مرحله را برتان هم به طور فشرده و طور آسان برتان راهنمایی میکنیم که دقیق باشین که خوب صحیح کسانی که خیاط است با درک میکنه و میفهمه. دو مرحله آمدیم. قدش هست 36. شما چند میگیریم؟ 37.5. شما از اینجا تا این مرحله را 1 سانت از خشتک پایین زیافه میگیریم. 1 سانت از خشتک، دو مرحله را 1 سانت خشتک پایین میزنیم. پی تنبان قدش 36 است، چقدر پایین میکنین؟ 2 اینچ نفش پایین میکنی که 2 سوت کم با چه میشه؟ نفش میمونه. 2 اینچ که پایین که 2 سوتش هم در حق نفقت کردن میره، 2 سوت کم 2 نفش میمونه. در بابت دن پاچه تنبان، دن پاچه تنبان هست 6.5، ما شما 7 و 2 سوت میگیریم. 7 و 2 سوت که گفتیم این مرحله خط انداختیم. در بابت خود درز تنبان از شما چی میکنین؟ در این مرحله ش میمونین 1.5 اینچ الا 2 اینچ. نسبتا باز هم در بابت یک کس چقدر آزاد پوش اگر بود میتونین 1 اینچ بمانین. اگر بیخی مثلا جذب پوش بود میتونین 2.5 اینچ بمانین، میتونین 3 اینچ بمانین. او را نسبتا به خود همون نفر که اندازه میگیرین میفهمین که چه رقم از تنبان آزاد پوش است، چه رقم تنبان کمبر پوش است. او را در اون وقت درک میکنین که چه رقم هست. ایرا مستقل تو خط کش میکنی. این مرحلهش هم بر شما فهمیدین. آمدین در بابت دو تقسیم تنبان، یعنی در بابت بر تنبان که آمده. بر تنبان هست، قد تنبان 36 است. از خود قد تنبان 2 سانت بر تنبان زیافه میگیرین. شما چی میکنین؟ 2 سانت بر تنبان زیافه میگیرین. نفر یکم میگه پلوان رقم هست، بر تنبانش یعنی چند گرفتی؟ 20.5 گرفتی. یعنی 2 سانت شما چی کردین؟ از این زیافه گرفتین. قیچی کردنش شما در این مرحله گرفتین، این مرحله قیچی کاری میکنین. یعنی قیچی کاری پاچش هم هست با کرمدار. بالا این نفره خطانه راست بسیار سم با کج که راست کردن قیچی میزنیم. هر نطقه که بر شما بر اینجا یاد میتیم یک نطقه عملی یا بر شما مفید تمام شود. شما از این چینل استفاده کنین تا در زندگیتان پیشرفت را کسب کنین.